سیرت النبی صلی الله علیه و آله و سلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین و بعد. الله متعال را به نهایت سپاسگزار هستیم و تشکری میکنیم برای همه نعمات خوب و نعمات زیبایی که پروردگار عزوجل نصیب همه ما و شما عزیزان گردانیده. باز هم شنونده های عزیز به درس سیرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسیار خوش آمدین. امید که صحت و سلامت بوده باشین و عافیت داشته باشین و از گزند روزگار در حفظ و پناه الله متعال بوده باشین. و در این درسی که داریم پیرامون غزوه ذات الرقاع صحبت میکنیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اصحاب کرام رضی الله عنهم اجمعین، الله متعال از همه ایشان راضی باشد، بسیار زحمات و تلاش را نمودند تا که اسلام عزیز به ما و شما به طور رایگان و به طور مفت برسد. شنونده های گرامی، شما این درس ما را از رادیو صدای شریعت 93 FM شنونده هستین. غزوه ذات الرقاع، چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم از شکستن دو شاخه نیرومند از گروه های سیگانه فراغت یافت، این فرصت به دست آمد که تمام هم خویش را به جناح سوم معطوف دارد، یعنی بادیه نشینان سنگدلی که در بیابانهای نجد میزیستند و زندگی میکردند و این بادیه نشینان اینها هم یکی از دشمنان سرسختی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودند. اینها هم دشمنان بسیار بد و دشمنان بسیار کینه‌توزی بودند که هر لحظه در کمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودند و هر لحظه در کمین بودند تا که اسلام عزیز و مسلمانان را از بین ببرند و نابود بسازند. و اینها همیشه تلاش و زحمت میکشیدند و اینها هر لحظه به این فکر میکردند که باید بر اسلام عزیز بسیار یک ضربه محکم بزنند. پیغمبر مبارک صلی الله علیه و سلم از یک طرف یهودیان مدینه منوره بودند و یهودیان دشمنان سرسخت اسلام و از طرف دیگر قریش و مکیان بودند که به اذن پروردگار این دو جناح را از بین برد و اینها را نابود کرد و آن غرور و تکبری که داشتند، آن غرور و تکبر را از وجود اینها برکند. اینها سر جای خود نشستند و دست تقریبا از کینه و دشمنی و از عداوت ظاهرانه و علنا که در میدان دشمنی می کردند اینها دست کشیدند، چون یک چیز اینها تنبیه شدند، یک چیز اینها از بین برده شدند و آن تکبر و غرورشان شکسته شد. حالا جناح سوم بادیه نشینان بودند که بادیه نشینان هم از یک طرف دشمنان سرسختی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودند و از طرف دیگر اینها امنیت وطن و امنیت منطقه را همیشه برهم می زدند بنابر عادت دزدی و چپاولگری و غارتگری که داشتند. بادیه نشینان در شهر و دیار معین نمیزیستند، اینها کوچیان بودند و اینها بادیه نشینان و صحرانشینان بودند که هر لحظه از یک منطقه به منطقه دیگر اینها کوچ میکردند. یک شهر معین و یک منطقه معین اینها نداشتند که در آن زندگی بکنند و دیار مشخص و معین نبود که اینها زندگی بکنند. اینها در هر دشت و بیابان و در هر کوه و صحرا زندگی میکردند. در قلعه و یا یک جای مشخص اینها زندگی نمیکردند و چیره شدن هم بر این بادیه نشینان و خاموش کردن آتش شرارت های این یهودیان و این بادیه نشینان بسیار سخت بود و بسیار دشوارتر بود نسبت از مردم مکه و خیبر. به این خاطر دوستان عزیز، یک شخصی که منطقهش معلوم است، یک شخصی که جایش معلوم است، جایی که سکونت می کند، زندگی می کند، او معلوم هست، او را رام کردن
و او را از بین بردن آسان هست. ولیکن این بادیه نشینان قبلا گفتیم اینها جای معین و مشخص نداشتند. هر لحظه این انتظار می رفت اینها از منطقه به منطقه دیگری کوچ کرده باشند، از صحرا به صحرای دیگر، از یک کو به کوی دیگر، از یک مغاره به مغاره دیگر. اینها همیشه در کوچ بودند، اینها رفت و آمد داشتند. پس رام کردن اینها و نابودی شرارتهای این یهودیان و این بادیه نشینان بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و بر اصحاب کرام و مجاهدین بسیار سخت تمام می شد. پس اینجا پیغمبر صلی الله علیه و سلم کوشش کردن که به هر نحوی که هست و به هر شکلی که هست باید از شر اینها خلاص شود. از این رو تنها حملات تأدیبی و غافلگیرانه بر آنها کارگر بود که مسلمین نیز گاه و ناگاه به آن دست میافتند. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم به منظور اعمال قدرت و از آن رو که بادیه نشینان با هدف غارت مدینه در اطراف شهر گرد آمده بودند، هجوم تأدیبی بر آنها آغاز کرد که غزوه ذات الرقاع نام گرفت. عموم نویسندگان مغازی این غزوه را در سال 4 ذکر کرده اند، اما حضور ابو موسی اشعری رضی الله عنه و ابو هریره رضی الله عنه در این غزوه گویای آن است که این غزوه پس از خیبر و به احتمال قوی در ربیع الاول سال 7 هجری رخ داده است. فشرده آنچه سیره‌نویسان درباره این غزوه آورده اند این است که چون خبر گرد آمدن بنی انمار یا بنی ثعلبه و بنی محارب از عشایر قبیله غطفان پیرامون مدینه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید، آن حضرت صلی الله علیه و سلم ابو ذر غفاری رضی الله عنه یا عثمان بن عفان رضی الله عنه را به جای خیش در مدینه گماشت و خود با شتاب همراه 400 یا 700 تن از یارانش از شهر خارج شد و خود را به جای به نام نخل رساند که 2 روز از مدینه فاصله داشت. در آنجا با گروه از غطفان روبرو شد که گرچه به هم نزدیک و موجب نگرانی یکدیگر شدند اما میانشان جنگ در نگرفت. با این حال پیغمبر صلی الله علیه و سلم به منظور احتیاط نماز را به صورت نماز خوف ادا کرد و بنابر روایت بخاری پیغمبر صلی الله علیه و سلم با بخش از اصحاب 2 رکعت نماز خواند، سپس آنان عقب رفته و به پاسداری پرداختند و آنگاه گروهی دیگر آمدند و 2 رکعت نماز بعدی را پشت سر آن حضرت صلی الله علیه و سلم ادا کردند و پیغمبر صلی الله علیه و سلم 4 رکعت و هر یک از 2 گروه 2 رکعت نماز به جماعت خواندند. در صحیح بخاری از ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت شده که گفت ما همراه رسول خدا صلی الله علیه و سلم از مدینه خارج شدیم در حالی که هر 6 نفر از ما یک شتر داشت که به نوبت بر آن سوار می شدیم. چنان که پاهایمان زخمی شد پای من نیز زخمی شد و انگشتانم افتاد. ما تکه پاره ها را بر پایمان می پیچیدیم. از این رو این غزوه به ذات الرقاع شهرت یافت. وقتی که ما راه می رفتیم از بس که راه طولانی بود و ما خسته و مانده شده بودیم و پاهایمان خسته و زخمی شده بود و حتی انگشتانمان افتاد. از بس که راه زیاد رفتیم انگشتانمان زخمی شد، از بین رفت. به همین خاطر ما می گرفتیم بعضی تکه پارچه هایی که بود در اطرافمان و بعضی امکانات دیگری که پیدا می شد آنها را در پایمان به جای بوت یا کفش و به جای اینکه پاهایمان یک چیز تحمل بکند و به جای اینکه پاهایمان درد و مشکلات را کمتر تحمل بکند به پاهای خود می پیچیدیم. به خاطر همین تکه پارچه هایی که بر پاهای خود پیچیدیم این غزوه به نام غزوه ذات الرقاع شهرت یافت. در همین کتاب از جابر رضی الله عنه روایت شده که گفت در غزوه ذات الرقاع همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودیم تا که به درختی که سایه‌دار بود رسیدیم. آن را برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم گذاشتیم تا که پیغمبر مبارک صلی الله علیه و سلم زیر سایه درخت فرود آمد و شمشیرش را به یکی از شاخه های آن آویخت.
این همان کمال ادب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. این همان کمال ادب و انسانیت صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین بود که ببینید دوستان عزیز ادب چقدر زیبا هست. با ادب باش که سرمشق جوانان ادب است. با ادب باش که الله متعال لطف و مهربانی خود شامل حال شما بگرداند. شما ادب را مراعات بکنین، با ادب بوده باشین. اینجا صحابه کرام وقتی که می آیند قبل از پیغمبر صلی الله علیه و سلم خود را به زیر این درخت می رسانند که آفتاب هم بسیار گرم بود و بسیار هوا گرم بود، ولیکن در زیر سایه درخت صحابه کرام استراحت نکردند، خواب نشدند و آنجا ننشستند تا که حبیب خدا صلی الله علیه و سلم بیایند آنجا بنشینند. صحابه کرام خودشان هر طرف استراحت کردند و سایه درخت را که سایه طبعا یک چیز نسبت به هوای باز سرتر است، یک چیز هوای خوبتر و زیباتر دارد، او را به پیغمبر صلی الله علیه و سلم گذاشتند و حبیب خدا صلی الله علیه و سلم آمد و برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم آن مکان و آن زیبایی را رها کردند. وقتی که حبیب خدا صلی الله علیه و سلم آمد شمشیر خود را به یکی از شاخه های آن درخت آویزان کرد. طبعا وقتی که انسان در دست خود سلاح دارد، انسان در دستش چیزی دارد، او را طبعا به شاخه های یا به یک چیز دیگر آویزان می کند تا که از خستگی و ماندگی خلاص شود. اینجا هم حبیب خدا صلی الله علیه و سلم همین سلاح یا شمشیر را بر شاخه درخت آویزان می کند. بقیه اصحاب نیز در میان درختان خاردار پراگنده شدند تا در سایه آنها استراحت بکنند، از گرمی آفتاب پناه برده باشند. جابر رضی الله عنه می گوید اندک خفتیم در این زمان یکی از مشرکان آمد، یک چیزی استراحت کرده بودیم، بعضی های من را خواب گرفت خواب شدن و بعضی های من در حال خواب شدن بودند و بعضی ها تا حال استراحت نکرده بودند. نو می خواستیم استراحت بکنیم، در حال استراحت کردن بودیم، در حال این بودیم که چشمان هر کدام ما در حال خواب شدن و پوچ شدن بود که در همین هنگام یکی از مشرکان می آید و شمشیر پیغمبر صلی الله علیه و سلم را از همان شاخه‌ای که آویزان بود از آن شاخه می گیرد و شمشیر را از همان غلافی هست یا از همان نیامی که هست بر می کشد و بیرون می کند و به پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان می کند آیا از من می ترسی؟ این را مشرک به پیغمبر صلی الله علیه و سلم می گوید آیا از من می ترسی؟ پیغمبر مبارک صلی الله علیه و سلم در حال استراحت کردن هست. وقتی که گفتیم شمشیر خود را بر این شاخه درخت آویزان می کند، مشرک دشمن آهسته آهسته می آید شمشیر پیغمبر صلی الله علیه و سلم را از شاخه درخت می گیرد و شمشیر را از غلاف بیرون می کند و به سوی پیغمبر مبارک صلی الله علیه و سلم شمشیر را می گیرد که آیا از من می ترسی یا نمی ترسی؟ آیا از من می ترسی؟ پیغمبر مبارک فرمود نه. گفت کس که از تو در برابرم دفاع کند. مشرک بسیار با یک عالم جرأت، با یک عالم شجاعت به سوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان می کند کس که تو را از شر من حالا حفظ بکند؟ چه کسی است که تو را در برابر من دفاع بکند و از تو حفاظت بکند؟ پیغمبر مبارک فرمود خدا. جابر می گوید ناگاه شنیدم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم ما را می خواند، یعنی ما را فرا می خواند که جمع شوین ای اصحاب من، ای مجاهدین جمع شوین. تمامی صحابه جمع شدند و تمام اصحاب بیدار شدند. به نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمدیم و دیدیم که بادیه نشین نزدیک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشسته است. جالب است وقتی که میبینیم بادیه نشین یکی از این کفار و مشرک، یکی از این دشمنان الله و رسول در نزدیکی پیغمبر مبارک صلی الله علیه و سلم قرار هست و آنجا آرام نشسته است. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود هنگامی که در خواب بودم این مرد شمشیرم را از نیام برکشید. بیدار شدم دیدم که شمشیری به دست دارد و ای گفت کس که از تو در برابرم دفاع کند؟ کس که تو را از من نجات بده؟ کس که تو را از من خلاص بکند؟ حالا شمشیر در دست ما هست،
حالا سلاح در دست من است، چه کسی میتواند تو را از من خلاص بکند؟ حبیب خدا بیان میکند که من گفتم خداوند مرا از گیری تو خلاص میکند. اینک میبینید که او در کنارم نشسته است. اما پیغمبر صلی الله علیه و سلم مرد بادیه نشین را سرزنش نفرمود. در روایت ابو عوانه آمده است که شمشیر از دست مرد افتاد و رسول خدا صلی الله علیه و سلم آن را برداشت و فرمود کس که از تو در برابرم دفاع کند. با این روایت دیگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین که برای مشرک بیان میکند که در برابر تو الله از ما حفاظت میکند، الله مرا نگاهداری میکند، بیان میشود که شمشیر از دست مشرک دفعتا بر زمین میافتد. شمشیر که از دست مشرک بر زمین میافتد، حبیب خدا صلی الله علیه و سلم شمشیر را میگیرد و طرف مشرک بیان میکند حالا چه کسی هست که تو را از ما خلاص بکند؟ حالا نوبت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که برای مشرک بیان میکند چه کسی است که تو را از گیر ما خلاص بکند؟ چه کسی هست که از تو در برابرم دفاع بکند؟ آن مشرک بیان میکند بهترین گیرنده باش و از من درگذر. ببین، بهترین گیرنده باش و از من درگذر، یعنی ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینجا مرا ببخش. طلب بخشش و گذشت میکند کفار یا کافر یا مشرک. از پیغمبر صلی الله علیه و سلم تقاضای گذشت دارد، تقاضای بخشش دارد. ای حبیب خدا از من در بگذر، مرا ببخش. ای حبیب خدا صلی الله علیه و سلم از من در بگذر، کمی و کاستی که بود، اشتباهی که بود، من بخشش میخواهم. تو بهترین گیرنده هستی ای حبیب خدا، تو بهترین گیرنده باش و از من بگذر. کمی و غلطی و اشتباهی که شد او را فراموش کن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم برش بیان میکند آیا گواهی میدهی که معبود بجز خدا حق نیست و من فرستاده خدایم؟ بادیه نشین گفت با تو پیمان میبندم که با تو نجنگم و با گروهی که با تو میجنگد همراه نشوم. پیغمبر مبارک صلی الله علیه و سلم از او درگذشت و او به نزد قومش بازگشت و گفت من از نزد بهترین مرد آمده ام. سبحان الله. گذشت چقدر زیبا هست در اسلام، گذشت و بخشش چقدر زیبا هست و چقدر با اهمیت و با ارزش است. ببینید دشمن می آید بر بالای سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم سلاح می کشد، سلاح را بر سر مبارک می گیرد، ولیکن الله دفاع می کند از حبیب خود. الله متعال از مجاهدین دفاع می کند، الله متعال از مسلمان دفاع می کند، مسلمان را تنها نمی گذارد. در وقتی که بسیار حساس است و در هنگامی که بسیار حساس است الله متعال مسلمانان را تنها نمی گذارد، غیبی کمک می کند، از غیبش الله کمک می کند، از غیبش الله مدد می کند، دست مجاهدین را می گیرد. الله متعال دست این کافر و این مشرک را بلرزه می آورد، دست این مشرک سست می شود، دست این بادیه نشین حوصله و تحمل و قوت ندارد، شمشیر از دستش بر زمین می افته. چون دوستان عزیز تمام صاحب این ابدان ما و صاحب بدنهای ما الله متعال هست، در حقیقت مالک هر شی خداست. این امانت چند روز نزد ماست، در حقیقت صاحب و در حقیقت مالک تمامی بدن انسان و مالک زمین و آسمان الله متعال هست و بس. هیچ انسانی از خود اختیار ندارد، هیچ انسان نمیتواند در مقابل الله متعال و در مقابل مسلمان ها دشمنی و عداوت را برای همیشه انجام بده. وقتی که حبیب خدا حتی او را به اسلام دعوت می کند، او را به دین دعوت می کند، ولیکن باز هم او کافر و بادیه نشین اسلام نمی آورد، فقط یک پیمان بسته می کند که ای حبیب خدا ما با دشمنان و با کسانی که همراه تو می جنگن همراه نمی شوم، ما با تو دیگر جنگ نمی کنم تا که زنده هستم، ما و حتی دشمنانی که برای جنگ و علیه اسلام می جنگن دیگر در صف آنها قرار نخواهم گرفت. وقتی که آزاد می شود این بادیه نشین و این کافر با طرف خانه و قوم و صاحبان خود برمی گردد، برای آنها اعلان می کند از نزد بهترین آدم آمدیم. سبحان الله. بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر
یعنی ای حبیب خدا صلی الله علیه و سلم، تو بسیار زیبا هستی، تو بسیار نازنین هستی، تو بسیار جوان مرد هستی. که ببین دشمن بیان می کند، به بزرگان و بسران خود اعلام می کند از نزد بهترین مرد آمده ام. در روایت بخاری آمده است که مسدد از ابو عوانه از ابو بیشر نقل کرده است که اسم مرد مذکور غورس ابن حارث بوده است. ابن حجر می گوید در روایت واقدی درباره این واقعه آمده است که نام بادیه نشین دعثور بوده و او پس از این واقعه اسلام آورد، ولی از سخنش پیداست که اینها دو حادثه است که در دو غزوه رخ داده است. مسلمین به هنگام بازگشت به مدینه زن از مشرکین را به اسارت گرفتند. شوهرش با خود عهد کرد که تا خون یکی از یاران پیغمبر صلی الله علیه و سلم را نریزد باز نگردد. وی شب به اردوگاه مسلمین آمد که رسول خدا صلی الله علیه و سلم دو تن از مسلمانان به نامهای عباد ابن بیشر و عمار ابن یاسر رضی الله عنهما را به پاسداری گماشته بود. او عباد را در حالی که به نماز استاده بود به تیر زد. عباد تیر را بیرون کشید اما نمازش را قطع نکرد. مرد مذکور او را به 3 تیر زد اما عباد تا سلام نداد از نمازش برنگشت. پس از نماز همراهش را بیدار ساخت، یعنی همان کسی که همراهیش میکرد، یعنی حضرت عماره را بیدار کرد. حضرت عماره اینجا معلوم می شود که او استراحت بوده، او خواب بوده. عباد با پاسداری یا نگهبانی می کرد. فقط همین که نگهبانی می کرد گفت که یک عبادت و بندگی پروردگارم را انجام بتم. این فکر را کرد که بندگی الله را هم یک بار انجام بتم، عبادت و بندگی بکنم، بیز و خوب بیدار هستم، ولیکن عبادت و بندگی پروردگار را انجام بتم. وقتی که دشمن عباد رضی الله عنه را می بیند با تیر نشان می گیرد، 3 تیر به حضرت عباد رضی الله عنه می زند و این تیرها هم به بدن این بزرگوار اصابت می کنند. وقتی که نماز خود را سلام میته حضرت عمار را بیدار می کند. گفت سبحان الله، چرا مرا آگاه نکردی؟ حضرت عمار این وضعیت را که می بیند از بدن این صحابه بزرگوار خون روان هست، می بیند که زخمی شده، می بیند که اوگار شده، می بیند که دشمن بر این حمله کرده. حضرت عمار بیان می کند سبحان الله، چرا مرا آگاه نکردی؟ چرا مرا با خبر نکردی زودتر و تیزتر؟ گفت سوره را تلاوت می کردم که خوش نداشتم که آن را قطع کنم. سبحان الله، این محبت و صمیمیتی هست که صحابه کرام با کلام الله متعال دارد. این سوره هست و این علاقه و این محبتی هست که یک انسان با پروردگارش دارد. در حال زمزمه قرآن کریم هست، در حال زمزمه کلام الله متعال هست و نمی خواهد نماز خود را فاسد بکند، نمی خواهد نماز خود را سلام بته، نمی خواهد این ارتباط و این تعلقی که نو در حال تازه شدن هست و این تعلقی که یک انسان با پروردگارش دارد را قطع بکند. به خاطر همین نخواستم که رابطه خود را با الله قطع بکنم، نخواستم که تکرار و زمزمه سوره را ترک بکنم، خواستم که تا به پایان سوره تلاوت و زمزمه داشته باشم. میبینیم دوستان عزیز، این هست محبت، این هست صمیمیت و این هست زیبایی که یک انسان با پروردگار خود دارد، با کلام الله متعال دارد. پروردگار عزوجل همچون محبت را نصیب همه ما بگرداند. الله بی نیاز همچون دوستی و صمیمیتی که این بزرگواران با کلام الله متعال با دین اسلام داشتن، الله بی نیاز همان تعلق ارتباط را نصیب همه ما و شما بگرداند. انشاءالله که ادامه درس را میگذاریم دوستان عزیز به درس بعدی. تا آن درس خداوند یار و مددگارتان باشد.